الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. دین شب در باب ریا گپ زدیم. امشب یکی از بابهای مهم دیگه می‌ذاریم در کتاب، باب مزاح کردن با آیات‌های قرآن یا با پیغمبرش یا با خدا یا با چیزی که تعلق به دین دارد. این نگاه شریعت چیه؟ البته که در هر دور و زمان انسان‌هایی هستند که به دین شوخی مینن، بازی مینن. شاعر عجیب میگه ده ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. اگر همه چیز شوخی داشته باشه شریعت شوخی نداره. همین خیلی هست یا نه؟ شریعت شوخی نداره، سنت پیغمبر شوخی نداره، آیت قرآن شوخی نداره. شوخی که با جورت شوخی که با رفیق شوخی که با زنت شوخی که با اکت شوخی که با دادرت شوخی که نه که با دین شوخی نکن. خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. یک روز در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک وقتی که جهاد می رفتن، او وقت منافقا را بسیار بودن. منافق کسی که به ظاهر خچه مسلمان میگیره و به باطن به دلش به خدا باور نداره. همین نمود انسان منافق است. میگه وقتی که شلپر شدن همی اصحاب پیغمبر وارم شلپر شدن در یه جا دم گرفتن، میگه خچو بخچو همون منافقا شدن رنگ همین ما و شما بده یکون شاخ دم بزیاتی نداشتن. همین رنگ هموندن باشتن گفتن که نگه کنه این منافقا این مسلمان ها را ده که خچ بخچو شکماشو دم کاگی در خوردن سازن. چی؟ در خوردن سازن، دروغ میگن، اصحاب پیغمبر تهمت کردن. با ترسانچک هستن در وقتی که روپرو به دشمن میشوند در جهاد. همین گپا گفتن او با پیغمبر مزاح کردن که شکمدم گفتن پیغمبر و اصحاب پیغمبر مثلا ترسانچک شو گفتن. بعد دین چیکار کردن؟ بعد دین بازی کردن. میگه قصد اینها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابی همو بودن، قصد منافقا. فقال له عوف ابن مالک، حضرت عوف ابن مالک هم در همو مجلس ششتگی با چی گو؟ ولکنک منافقون کذبت ولکنک منافق. ای شیطان دروغگو، دروغ نگو، تو منافقی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش هر گپ میگو. لاخبرن رسول الله، والله که پیغمبر ایهمی بدبختی تو میرم خبر میدم. فذهب عوف الى رسول الله صلی الله علیه و سلم لیخبره. میگه حضرت عوف ابن مالک رفت پیش پیغمبر، گفت که بگم پیغمبر که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین منافقا میخیل مزاح که ایسان بته. فوجد القرآن قد سبقه. میگه پیغمبر گفتنی بود که خدا آیت نازل کرد. حالی این نگفته خداوند پیغمبرش خبر کرد که همی خیلی ترا هر گپ گفته ایسان، شکمدم گفته ایسان، صحابات شکمدم گفته ایسان، ترسونچک در وقت جهاد ای جنگ میگریزی، همین خیلیت گفته ایسان. خداوند آیت نازل کرد. حالی خبر نکرد. چی گفت؟ ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ای محمد پیشکی خبرت کنم که حاضر میرای همواره میگو که چوی تکه مزاق که اهل علم و اهل دین و عالم ها را و ریش و سنت پیغمبر و حجاب یک زنه مزاق کرده. میگه یا شوخی کردیم. در جواب چی میگن؟ یا شوخی کردیم. خداوند همین آیه های مبارک قرآنی را فرستاد که
لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب، میگن که ما همین خشیشتیم شلپر بدیم که بعد چکو کردیم شوخی کردیم. خداوند چی میگه؟ قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ای بدبختو، شما با آیاتهای قرآن و با سخنهای پیغمبر و با کار دین شما بازی مینه؟ ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد. میگه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله، همو آدم مسخره کهگی اومد پیش پیغمبر. وقد ارتحل و رکب ناقته، میگه پیغمبر که باربانش را جمع کردن که راکشتن در بالای شترش سوار بده حرکت میکرد. فقال یا رسول الله، اگه خدا خبرش کهگی بود، نگه اگه چی میگه؟ گفت ای پیغمبر انما كنا نخوض و نتحدث حدیث الرکب نقطع به عنا الطریق. ای پیغمبر ما شیشتیم همین خیلی شوخی کیم، اگه شلپر بیم تا شوخی کیم که شلپری مو ورویا مذاق کیم خنو بکنمو. فقال ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عمر میگه که کأنی انظر الیه متعلقا، حضرت میگه که من نگاه کردم که همین خیلی همین نقطه همون شتر پیغمبر هم که قبیلگه پیغمبر زاره که ایسا پاشم تا دستنگو رفته ایسا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه گفتش که انما كنا نخوض و نلعب. اکنون منافق هم میگه فنگفت که ما مقصد که همین شوخی کردیم بازی که ما یقین قصد نکردیم. ای پیغمبر این گپ ما میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین آیت تلاوت کرد. قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ای بدبخت نخوا با آیت قرآن و با سنت پیغمبر با همیا بازی کنی، تو این کارا نمیکردی. باید قد کفرتم بعد ایمانکم، تو کافر شده خلاص. نگاه کده یک انسان اگر سنت پیغمبر انکار کنه، بگه که این ریش سنت نیست، یا این پاچه را بالا کنه بجلک سنت نیست، یا این نبگه که چهار کس سنت پیشین سنت نیست، کافر نمیشه و گناهگار میشه، کافر نمیشه. نه که اگر باید همیا مذاق کنه اگر کافر میشه. والله ازدیواز کنه مذاق کنه کافر میشه. ساز خمین احمد هم تی پاچه‌اش بلند نگرن گنو پگادی ای، اگر نه سنت پیغمبر انجام داد. یا نمیگه که این ریش داره، میگه ریش باز. میگه نه قسم به خدا انسان کافر میشه. بس بعضی انسان است که سختش میرسه گپی مونه که والله ما آیت قرآن میگم که خونه خود جزیر نشه. ما آیت قرآن میگم که پگه در پیش خدا دعوا نکنید در بالای من. ما آیت قرآن میگم که پگه دوزخ نداره. والله کسی اگر مذاق مینیکو باریش های با سنت، خصوصا با سنت پیغمبر یا با یک آیت قرآن یا با یک گفته پیغمبر یا با یک عالم نسبت دینداریش اگر مذاق کنی اگر انسان کافر میشه. نه که نسبتی اگر شکلی مثلا شخصیش اگر مذاق کنی کافر نمیشه. نه که اگر نسبت دینداریش اگر عالم مذاق کنه انسان کافر میشه. اگر خدا را مذاق کنه کافر میشه، اگر پیغمبر را مذاق کنه کافر میشه، اگر سنت رسول الله هم اگر مذاق کنه چی میشه؟ کافر میشه. خدا چی میگه؟ قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. شما با آیه های قرآن و با سنت پیغمبر و با رفتار رسول الله و با اصحاب پیغمبر مذاق مینی، جای مذاق شه. قد کفرتم بعد ایمانکم. قد کلمه می قد در زبان عربی چی معنا داره؟ معناش اینه که به شک کافر شدی. چی؟ به شک. اینا کفرتم بعد ایمانکم باشه که با عبارت میگه که خیلی کافر شدی، ممکن کافر کلان، کافر معده، عبارت نه. قد که اومد در کلمه عربی معنی که شک نیست که کافر شدی. خدا میگه. برای همین دعا کنیم که الله جل شأنه ای مذاق کردن با خدا و پیغمبرش و با آیه های قرآن همه ما و شما را نگه داره و در اون وقت خوشحالی من باشه یا خرسندی من باشه یا زیقی من باشه یا یا شیطان هیت میکنه، خداوند نصیب نکنه که با سنت پیغمبر با گفته های خدا ما و شما مذاق کنیم یا رب العالمین.